شغل پرویز دقت اطرافیان را جلب می کند. او با تلسکوپ خواهشمندان را به تماشای ستاره و سیاره ها می برد. کشورهای خارجی در اروپا و دیگر دولت‌ها با مانند تروار استرونومی میگن، یعنی که استرونومی کوچگی هم میگن، یعنی که استرو اکسکورسی هم میگن که آنها تلسکوپ‌های خود را به کوچه ها برآورده، یعنی که استرونوم ها واسه تلسکوپ‌های خود را به کوچه برآورده آدمان گذشته صد را برای تماشای کیهان و ابیکت‌های کیهانی جلب میکنند و با آنها با تلسکوپ خود رایگان با آنها نشان میدن. من فکر کردم که برای چی در تاجیکستان همچنین استرو اکسکورسی ها تروار استرونومی گذرانده نشد. با این کارمان حالا تا چی کردن محدود شده نیستیم و این کارمون رو دوام میدیم در تاجیکستان و هم این ساحه رو پیش میبریم، وسیع‌تر میکنیم. پرویز سیاره ها را رایگان به راهگذرها نشان و درباره‌شان معلومات میدهد. میگوید این کار را از دلبستگی به کیهان میکند، نه برای درآمد. وقتی که تولد شدم برای اینکه از خردی با آسمان نگاه میکردم میخواستم دونم که ستاره ها، سیاره ها، آفتاب، ماه چی است، آنها چگونه پیدا شدند یا اینکه چی طور پیدا شدند، آینده چی میشن، همین ها رو دانستم میخواستم. این مجبور کرد که اینکه تکان داد که علم استرونومی با علم استرونومی شوق پیدا کنم و این رو خودآموزی کنم. به گفته پرویز بعضی از ساکنان درباره ستاره و سیاره ها میدانند، از علم نجوم آگاهی دارند، اما بعضی دیگر آن را به خرافات آمیخته می کنند. برداشت ساکنان پس از تماشای سیاره ها گوناگون است. ما دیدم ساتورن یکم بردم خیلی نداشتم که در شهر ما همه خیلی زیاد است، بعد ما اون دیده خیرات موندم. پرویز در رشته انرژتیک دانشگاه تکنیکی تاجیکستان میخواند. او باور ندارد که با علم ستاره شناسی و یا استرونومی تواند در آینده خود را تامین کند. در دهات چنان عقیده جاری شده است که باید فرزند مکتب را تمام کرده، اگر با بهای خوب و اعلی تمام کرده باشد یا به دانشگاه طبی رود یا به فاکولته حقوق شناسی به رشته حقوق شناسی رود که اینها در جامعه بسیارتر سطحی بلندتر دارند و موقع و معاش نسبت به دیگر ساحه‌ها خوبتر دارند و با استرونومی فیزیک نمیدونم تا کجا در تاجیکستان یک اویله را پیش برده ممکن است. با وجود این پرویز از آینده خود خوشبین است. او می‌خواهد که با این کار جهانبینی مردم به خصوص جوانان را وسیع کند. در شبکه‌های اجتماعی نوارهای دایر به کیهان و کائنات را می‌گذارد. و می‌خواهیم با این کارهای ما را هم شوق جوانان را بسیارتر به این علم ها به این ساحه جلب کنیم که در آینده جوانان ها بعد ختم مکتب میانه این ساحه را انتخاب کنند به این ساحه پیش روند و این ساحه را در تاجیکستان بلند بردارند. در تاجیکستان در عهد شوروی علم استرونومی رشد زیاد کرد و هنوز هم رصدخانه‌های پیشرفته وجود دارد. ولی میل جوانان به این علم دقیق ولی برای تمام انسانیت جالب در کشور سالهای اخیر کم شده است. پرویز باور دارد که این کار او به ترغیب علم و فناوری ها کمک خواهد کرد.